نسیم شمال حوض مسجد. دوش رفتم مدرسه در حجره ملا رجب، دیدمش می کرد دور حوض مسجد را وجب. گفتم ای دارای اسرار علوم محتجب، این وجب یعنی چه؟ گفت از این وجب مما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتم ای از رنگ علم و معرفت ریشت خضاب، من وجب می پرسم تا از رجب گویی جواب. فقر ناداری حسن را از رسن در انتخاب، کار و بار مملکت چون است ای عالی جناب. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتمش دانی که وضع شهر دیگرگون شده، نقشه ها باطل شده، اندیشه ها وارون شده، خائنین را تشت از بام افتاده چون شده، اندرین کابین الحق قافیه موزون شده. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتمش داری خبر از حال زار اسکناس، کرده صرافان چو صیادان شکار اسکناس، همچو گندم کرده بعضی احتکار اسکناس، چند روزی سکته وارد شد به کار اسکناس. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتمش نزدیک بود این مملکت ویران شود، از سخن چینان مفسد فتنه در تهران شود. آنکه من میدانم و تو در داخل ایران شود، دست و پای نوخطان از خون حنابندان شود. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتمش در بحر بر ظاهر شده شور و نشور، میزند دلها از این اوضاع بدبختان شور، زنده زنده ملت بیچاره افتاده به گور، راه سخت و کار مشکل، پای لنگ و چشم کور. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتمش از مرد و زن شرم و حیا نابود شد، پاره شد قلاده ها شرع خدا مفقود شد، باب رحمت از هجوم معصیت مسدود شد، آن علاماتی که گفتند انبیا موجود شد. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتمش بر گردن ما لوطیان چک میزنن، اجنبی ها بهر ما از دور دستک میزنن، تخم اردک را به فرق حاجی لک لک میزنن، شعر ملا را میان تار و تنبک میزنن. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتمش داری خبر از هیئت ژاندارمری، شد خمیر از مهر ایران طینت ژاندارمری، آفرین بر کوشش و ملیت ژاندارمری، پس چرا شد دیر حق خدمت ژاندارمری. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفت یا هو شیشه صبرم لباب از غم است، در میان مدرسه روحم دچار ماتم است، آه و واویلا مگر غیرت در این کشور کم است. گفتمش در حجره پنهان شو که عالم در هم است. زیر لب خندید و گفت از کارها من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. از فلان و دوله پرسیدم جوابم را نداد، پرسیدم جوابم را نداد، از کج و از چوله پرسیدم جوابم را نداد. زیر لب خندید و گفت از یک وجب من ما عجب. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب.